کوکی نه نمیشه اینجوری بگیری، گاز میگیره، باید آروم باشه تا بتونم بگیرمش. خب رفتیم آقا کوکی رو با 1000 بدبختی 3 نفری با آقا مهدی و اون فامیلشون که اونجا بود ستایی گرفتیمش. الانم نمیتونم الیزابتشو باز کنم، یه ذره باهاش حرف زدم یه ذره نرم بشه آروم بشه، نترسه مامانم نترسه مامانم، خودت اطمینان بکنه. حالتشون الیزابتشو نمیتونم باز کنم، ببرم چش بکنم بعد الیزابتشو باز کنم ببرنش برای جراحی. خیلی بچه ترسی، اصلا این دست نمیده به هیچکی. اگه بره خونه کسی شاید وابسته. آره اگر که یه جایی باشه که مربی داشته باشه آروم میشه، ولی اینجا آروم نمیشه. حالا که شعله که نمیتونه چی کاری بکنه، با این قیچی موهای زیر این چونش و همه رو چیدم. خوشگل شد، اونجاش همه گره گره شده بود. من فرصت استفاده کردم با این قیچیه همه اونا رو چیدم، اونا که اونجاش بود چیدم. آقا کوکی ما نزدیک 3 سال و نیمشه. 1 سال پیش این بچه رو تو بیابون پیدا کردیم که با سگای بزرگ درگیر شده بود و حسابی زخمش کرده بود. بعد که پیداش کردیم آوردیمش، کارهای درمانیش رو انجام دادیم، گذاشتیمش پانسیون. بچه بسیار ترسوه، اصلا به آقایون اعتماد نمیکنه، با خانم‌ها بهتره، بازی یه ذره میشه بهش اعتماد کرد. بعد از این همه مدتی که پیش ما بوده هنوز میترسه، هنوز یک گوشه کز میکنه. الان آوردمش عقیمش کردم، خدا رو شکر حالش خوبه. بعد از عقیمی هم باز پانسیون میذاریمش، انشالله که در آینده بتونه یه دونه خانواده خوب پیدا کنه، خوشبخت بشه این بچه. سرومش هم که وصل، نه اونم سرومش. الیزابت هم براش گرفتیم، یه ذره به هوش اومده دیگه. الان حرکت کنیم بریم. آقا کوکی عقیم شد، کارش انجام شده. آقا کوکی داره برمیگرده، آقا کوکی عزیز ما داره برمیگرده.